بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم مخلصان عزیز، من الحمدلله و فضل الله که من موسوم نوانده ان شاء الله یکمی کاروز خودم ان شاء الله سر کسودیم. من یکی از اولین ها شده من شهر رشتام من امکی زایده بودیم. من همسرشون رو جایم که من ان شاء الله نیت کرده سفر عمره را برو مسودیم. من اومدیم تو که همین یولن ما یعنی برای زیارت عبادت عمره فرزندان من یک فرزندان دخترها پسرها نویرها همین همچنین تحفه کرده. من همه خدیم که خدمت های پدر مادر بستش خدمت کردم بین نه دیگه که یک شبه خواب و شانه که یک ساعت بیداری شونه همه خدمت ها کرده فرزندان برای ادا کردن نمیتونیم ما، لیکن خیلی هم باشد این فرزندان یعنی همچنان نیت های ناز کردن کردن که کمتر باشد همین قلب پدر مادر خرسند که نمیگه ان شاء الله فرزندان نیت کرده. ان شاء الله من امید میکنم که من حاجی بابا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من از خیرات السلام علیکم. من از اون فرزندان توفی نوازنده قبول میکنید. من از زیارت عمره و من حاجی ان شاء الله الله تعالی این عبادت عمره برای شما مبارک گرداند و هر یک ما صاف سلامت رفته خوشو عبادت کرده خوشو زیارت کرده دعاهای شما گرفتن الله ما نصیب گرداند. یک بار من خرسندی خودتون مخلصا بیان کرده بعدا یک فرزند در حقشون دعا کنید. من خیلی نصیحت شد شما من خیلی فرزندان توفه برای شما تیار کردم. رحمت الله آمین. الله تعالی عالم مرتن صحت کرد خاطری جمع کرد عمر دراز فراخته خدا پروردگار من مایا جفت حلال کرد من عمر حج به تفسیر کرد فرزندان فخردن هم ماشانه کوی کاکت عمرشان دراز شد رزقشان علوق شود من مایا خرسان کردن یوهای شما الله تعالی خرسان کند سفرهای الله تعالی زفردار کند هم سفرها کت صح سلامت عملهای آسان کند الله تعالی عملهای بجرمش کرده صح سلامت احسان امان خاندان ها ماندنه خدای پرسن پروردگار همیشه الله کچکوت الله همراه شود همه ما خانه سیر میهمان سیر توشد فرزندهای آمده شونه چند روی گم تیاد مرتبه شونه بلند کند الله راه سفید تیاد دلاشانگوی الله دلاشانگو آرزوهای الله تعالی اجابت کند. پدر مادر بچه ها باوها تواها کویکا ای شما یم گشته گوتنه حفظ اولاد ایرده خدا رحمت کند. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا الله اکبر. رحمت